مسابقه مذکور در میدانچه ورزشی مجمع ورزشی فرهنگی مکتب ورزشی جوانان و نورسان اتفاق کسبه صورت گرفته. آن با ابتکار اتفاق کسبه کارمندان معارف و علمی جمهوری تاجیکستان راه اندازی کرده شده است. طبق اطلاع مسئولین در این سبقت ورزشی 7 دسته از مکتب‌های ورزشی شهر دوشنبه شرکت نموده میانی هم رقابت می‌نمایند. رقابت هر یک دسته را داوران زیر نظارت گرفته بهترین ها می‌توانند با دیگر مرحله راه خود را هموار سازند. مسئولین برگزاری این مسابقه فوتبالی خرد را میان نورسان بار دیگر رشد فوتبال و عمومی‌گردانی آن ارزیابی کردند. من در دسته اتفاق طول 3 ماه است که مشق و تمرین میکنم. در مسابقه‌های بسیار اشتراک کرده جایهای نمایان را گرفتم. من فوتبال را خیلی دوست می‌دارم. مورد یادآوری است که امروز فوتبال همچون ورزش رقم 1 اعتراف گردیده است. توجه نسل نورس و جوان به این رشته ورزش روز از روز بیشتر گردیده. محض راه اندازی چنین سبقت‌ها میتواند برای رشد این ورزش زمینه فراهم آورد. گفته شد که این مسابقه از سنه 13 آگوست سال جاری راه اندازی کرده شده تا سنه 21 آگوست در نظر داشته شده است. در این دوره دسته‌ها میتوانند مهارت ورزشی خود را نشان داده مقام‌های ارزنده را صاحب شوند. طولی 1 سال شد که در اتفاق مشق میکنم. نامی استاد من ارنست. من در چند مسابقه ها اشتراک کردم و وظیفه من این است که محافظگر هستم. من در آینده میخوام که فوتبالیست شوم. خاطر از آن می‌نماییم که تشکیل چنین سبقت‌های ورزشی اگر از یک جانب بر رشد فوتبال زمینه گذارد، از جانب دیگر می‌تواند در پیشگیری نورسان و جوانان از عمل‌های نامطلوب مساعدت کند.